خدا خیر بده خالمه. سه کشته رختای به من داد. نه حالا گلک دیگه سختی میگیره. خب رختای دیگه عباس از کجا بردی؟ چی کرده؟ سه کشته رختایه. خب رختایه گردنم بند باشه. از کجا تو گردن تو بند؟ از کجا استندی؟ این وقت ما با چی خالق استوندو. ها به خونه خاله میرفتی ها؟ آه دیگه مادر زبده؟ این رختا نویه شیر مادرتو استینای دیگه میته. ای خدا خیر باشه، ما هم غریبیم. یه خنکنده این پریشونه. چه کار شد؟ تو سعی که تو مگه میته چیزی برم ای تمون ازمی همی ای دگه رنگیه ای پیرن دگه رنگه کورتی موضوع گنده تر نادونو مدیر رو برتونه چه کار میشه؟ هم یک کار که خوب من میرم به خاطر ازی که مردم نسبتدار میشه بکنم. گفتم برم یک دستک رختی بر از این سر همسایا. خب ها بستو سر خالا نرکن نمیدم. خب ها انا برو بگو کم یک دست رختی رسی سم کتول یک جادگی رای میکنن دیونه. بنزی میگه بابا کت کرده برو دویدم هم درس را کشیدینا. خب پیاری هم غط منه به قیافه منه وزنی و کرکتر و رختایو. بگو برار ما میگه کم هم یک دست رختی به برار ما بعد این خاطر میری منه نزبتدار میکنم و رخت نداره. اشتیاط خیلی صافنی گیله. اشته ما رای میکنی درس را مرده گوت رخ بیارم. خود تو چیر نمیری. ما 100 روزایی رفتم پیش خالی خود سر کج کردن که ما یک دست لباس داد. چی کردم؟ برو خودت برو مخی. پنجی همو دستو این چه کار کنم؟ ها؟ پنجیه خب چه کار بکنم؟ من میگم پنجی هم بخو خرج که بودم یک دست رخت اصلا که جیری نمو بمستو گیلک این بغض وزیر ساخو که پینجایشه با پنجی دیگه بغض که پینجایشه بخو یک دست لباس تیار کن. نمیری چرا میزنی؟ تو خیر از تو ندیدم خیر خوشی نمیرم. من حال خود ما میرم به خدا دل ما واسطه باشه 10 دست رخت با من میدم. چه مونده شد خدا پیاله چای به خدا هم را جون خوش شد. مادر چی میری بچه جو با تو گلک بیامده به درس را آنی میگه ما برم من نمزددار کنم یک دست رخت برای ما بدین عجمه و این خندوختا یک دست رخت این خندوختی شروعی رختا تو بابا گیلک میشه که من رختا تو بودم با گیلک. مادر من کی گفتم رختا خود من رختا پیار نی عجمه رختا این خندوختی نو خاطر ما هم برم نمزددار کنم. چی رقم اکینا رخت ندارم یک دست رخته بخو گناه دارم مادر حیرون میمونم به خدا چی و چی ندارم خب خیره دیگه حالا چه کار میشه یک دست رخت میدی پس میارم آزادی و یک دست رخت مرتکب مگر یک دست رخت بخو قایم داشته باشه یک وقت همیته با کار میشه 500 روپیه قیمت یک دست رخت ندارم آخی خیره من حیرون میمونم به خدا چی رقمه غمی نداره خیره بریم یک دست رخت بیاریم حتما خندوخته باشه او بگفتم همیته خودی شروعی خاطر باشه کمک خوبه باشه ای بابا دست مردم هم خدا آدم چیکار بکنه وقت مایه همون حالی بیچاره خون خیلی من غمی نداره در مردم گادلون بسه میپرن خیلی چه کار میشونی گفته خور مادر داری گفته حق همسایه دارم خب ما کی به درد همسایه خوب بخوریم دیگه بیاین دیگه زودترک کسی رخی بیا همه بوری نه رخی بیا انا فوتا پلاستیک ان فدش دم رخی بورا بخیر کم کار دارم خوبه مادر غمی ندارم مادر نادارم خدا اونا را میته نادار کرده درست سالمه تنزی نده وقت ببورد یا بدم سلام مرتکه ساله دو دفعه اون در میزنه عباس 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 به شیر مادرم خدا اونستی شیر مادرم سعی کن که قیافه من یک دفعه اشتو فرق کرد سعی کن ما غریبیم نداریم رمضان سعی کشتر رختها داره
جنبه کنم بالی از اینا بپوشون گردن من که من همه تکبرم میگم همه تکبرم خسرو من میگه شام و چراغ و گل را بر روی هم گذاریم به دست خار عروس تغمچه ها گذاریم خارای عروسون کرده تلار بیاریم به دست خار عروس یواش یواش بگذاریم آقا داماد جوانی بگو تو چی میروانی به جای یک کارده کمی پیسه بگذاریم آقا داماد جوانی چقدر تو میروانی به جای بکس و لقد یک چپاتی بزنیم شامد و شامد شاعران کامد شا به دروازه رسید اصل بغزاله رسید گل گندم گل گندم شا به دروازه رسید عجل بغزاله رسید گل گندم گل گندم گل گندم گل گندم گل گندم گل گندم دخترها است مال مردم مال مردم مال مردم گل گندم گل گندم با خود خود هیلک میخونی؟ با خود خود میخونی؟ نه برفتم مثل همسایه چی خاطر رفتی؟ اینه رفت تو را کجا یردی؟ چی رقمه؟ قیافه؟ یا ویشا تیپ نیه خاله تیپ زده میگی انا رو میرم به تا کجا قرار تیم میدم کجا یردی؟ به سرا کجیر بسرا کجی برفتم مثلا کجیر عباس بدیدی یک لباس ها داره که گردن بابا باشه بابا طول هفته ولادی ده بابا از محل نشوتر هسته بابا از عباس بخیال ها تو خسته چو؟ بله همقدر تو برنا چی رقمه بابا میای نمیای بابا مفتح آن حال دیگه بگم خونه خسته خو که بری بابا هم یک کاری بکنیم بابا جو چی گفت؟ هم 35 روپیه بدیم بابا برم یک کلاهی به خوب بخرم او کلا کو گپ نیه میگم ها هم یک دست رخت من پیدا میکنی اون دیگه که بابا خیلی مستاشی اون دیگه رختم بابا گردن بند باشه که لوکی ننگیم شما با بیلا چند تا بشیدیم بابا خونوب میخوام متکی پیرمرد خود خبر دیگه بابا خب میگم دست رخت من بست دیگه بابا هم درس را کجیر که نرفتون هم گفتون کجیر برو خیلی دلسوزیه دویده برم ما برم شما بابا بستون یک دست رخت در گوهم بستون که خیلی خوب میشه ها شما بابا بشینیم همینجا کن بده من میرم دلجان باشیم بابا رخت عباس بدیدین خب بدید ما عباس رو بدین رختا خوب رختای داره ها خوبه بابا ندیده که بابا از زودی بیایی دیگه بابا ها بابا میشه که ای خان نبوده گستونو اگه یه خانم نبود رختا پاکی باشه برزا بیاده ها رختا پلوخوری باشه پلوخوری از ما شروعیه بابا خب پلوخوری باشه دیگه با اگه شروعی بود چی بابا پلوخوری بست بیاره داره دیگه خب اینا با عمر خوبا با پلو نخورده باشم خب شروعی هم بود گپ پینی مده خانم دختر باشه گپ چی پینی رنگ باشه بابا هر رنگ مایی باشه بابا فرقی نداره خوبه اوه مرد دیوانه که تو این برای یک چیزی بگی که مرد دیوانه جون نمیکنه خیر بینی که جی خداوند تو خیر بده که قیافه ما رنگ روغن کردی بله گیله بیا شنی که جا بیاره بخیر سلام میاد نیکی بگو که بگو سر گناه شما سکلا مردم کار کور کردین بفرمایید سکله خدا تو بخیر کجی بله پیار من گفتم انا خیر بینی انا چیز رختا خوبی دیدی با ما انا پیار من گفتم یک دست رخت هم بده که خاطر انا پیار ما ببرخو میکنم انا خاطر که کمبود نشیم و هر سه نفر ما 4 نفر ما یکیشیم گیله جون همین دست رخت ببینید همین ما با خونه خودیشتی ایرم بدونه که تو بر با که میگه اما میرم با خونه همین سی میکنم باقم باشه بیارم ولی رختا پیار ما ببر پیار تو گلک نمیشه ببری وقت جوال
همین چوالایی که به تایی گندم نمیکنم عدل همون تمسته که بازم برو بپرسم پاشتی بری زمین پیران کشاله میشه برو رختا خود تو چی؟ نمیشه برو رختا پیار خب بازم برو اگه خرندش نبود بشتو فرمیشی تو بیا مادر یه گپی میگم ناراحت نشیم خوبه؟ نگه ناراحت چی؟ نه بگو من ناراحت نمیشم گله با دوباره بیاد میگه یک دست رخت یا رختا پیار خوب بده که پیار ما به برخو کنم چی؟ کی اومده با؟ گله بیامده به در سراغ قرار کرده میگه یعنی ما این بریم که من مثبت دار کنیم یک دست رخت و رختا پیار خودی که پیار ما به برخو کنم حالا بهتر شد حالا دیگه کار خوب شد به تو نگفتم که اینا رو مخته نکن خیلی در غمی نداره گناه چی خیلی گناه داره من آدمای غریب بیچاره خنکنده در به دریا برو به گیلک بگو نمیشه که تو پیشکش دارم بده ما خلاص کنیم کار پیرتن دست رخته بودو خیلی از اون رخته پیار رو بده خیلی بیارم دیگه ببر پیار خو کنه گناه داره چی برو پیار هی رستی همین رخته پیار تو ببر پیار گیلک میشه تو خودی فکر کن خو خیلی دگالی بیامدن اگه ندیم یک کوچولک یک پیار یک ذره چیزی او رختا گم میشه اگه ندیم میگن شیکو تو ندادم آخ بم گیلک بدادم خب ایخن دختم پیاری نمیشه بابا همون تیغ ایخن دختایی که به گیلک داده میگم تیغن دختایی به پیار من بدین شروع خیلی ایخن دختم مایم بابا بجی برو یا پلو خوری یا شروع خوری فرق نداره بگو پیار یک دست رختش tak بگو دیگه نداره یک دستم ببره خلاص دیگه برو نمیدی نه برو نمیشه ببری به تو میگم اونا کلون مرتکب تای گم میشه و دم آخرت آزیراتی هم در دشته باشه یه لکو دیگه ندیدم به این روز شادی نمیبینم به قبر شادی حالا ما رخت بودم به مردم همین رخته و بر از این میشه تو به خدا بیا تو سعی کنم میفهمی تو بیا بله اشتری جانجوره رختا خوبیه؟ مقبوله؟ خیلی هیچ میگم گفتم نیه ها؟ گفتم نداری؟ نه با پیار من نداری؟ نه اصلا دیگه رخ با میسرا با یافت نمیشه بخیر خدا حافظ کی بیارم رختا شما؟ اما نردم کدوم چرا قیمه خواهدی بیام خیلی بینیم شما خیلی خدا حافظ رختا مادر تو هم به بر پیار من نمیشه رختا زنانه رو بر پیار راست میگی خیال کدوم بر مادر میگی راست میگی خیلی عقل کمال داری برو خیلی بینیم خدا حافظ بچه خاله تو بیا اشتری جانجونه حقیقت به شرط بگی رختم نوتر یا از تو خیلی مقبوله رختم نیه برارا تو پیار تمامی رختا دارم ندارم خیلی میایی و من میفتحن ایتا پاچه هم کلون نیه مثلا نه خوبه اندازه هم قد منه رختا خوبیه پشت سر من فکر کن خوبه ایتا برابره تو سر کن نه ایتا معلوم نمیشه همین از تیم کش کن این هم کش کن الان ای به دست تو باشه تشونا مرسی که خوبه ایتا برابر شد برابره ایتا رختا پشت سر نشونیه نه هیچی نشونی نه ای کل ممر یا خوبه خوبه قطع قیافه اینا رو ما بخریدیم به شما پیار شما رخ میخره با ما پیار ما بخریدیم حالا ما نام خدا نو شدیم رختا ما نو آپاس بران ما یک رختا داره که به هفته گفته تو بیرون نشو که ما بیرون شو هیچی برو کار نداشت یعنی کسر کسری نیه دیگه به رختا ما نه نیه خوبه خیر بینی این گلگی شد دیر که بابا بیا آنو بخونه نو
چگار شو؟ نگفتم بابا. بابا شما بگفتیم بابا، شما خیال میکردیم بچه شما دروغ میگه. چه نسلی نبودی؟ کی؟ دست رختی نگفتم که دست رختی ما بستو بیاره. آها براتون میگم دست رختی. خب چی گفت؟ گفته گیلا جان رقیف گفته شرمنده اخلاق شما نه که گردن ما بند باشه دیگه رخ نیه. یکم رختا پیار مگو به بعد پیار تو نمیشه. راست میگو بابا. شما نیم کیلو وزنم، شما خود سر کله شما نیم کیلو، می خود می کمپل شما پتو شما می چی میگم می 3 تا کورتی ببر شما نه خودی می 3 تا کورتی بکشم شما 1.5 کیلو بشی. اما رمضان پیار از شاید 100 کیلو وزنی 110 کیلو بشه. هیچ چی دیگه. این وضو چی ربطی داره؟ یعنی هیچ چی دیگه. دیگه. عباس ری کنم سعی کنیم. گردن بند باشه ماما دین اومد گدیون. عباس چه صبر کنیم بابا بشود. هم قطع شما اصلا متراج کردم شما. ایتا به شما بگم شما رو متراج کردم. عباس اگه بشنم هم نمیه میفهم که ماما رختایه. صدا کو. عباس بله. بیا اینجی. نگو تو کو فکر رخت بخوا خاله خوستونی یا کو برا درس رو کجیری نو خو دست رخت استونده رخت نیزه که بابا بغل اونایی که میرم درس رو گدایی میکنه. سخ بله ها فکر این اصلا خاطر از یه خندوخته بله خندوخته دارم. چی کار اینا؟ تو برو درس رو غلامت دینومد گدیون. دینومد گدیون. همه که هم قطع بابا منه. برو هم یک دست رختی به ما بستو بیاره. شما؟ نمیرم بابا. بابا گفت برو درس رو کجین و ما رخ بستو خودتو برو. میگم دختر و نادختر بستو گپی نیه درست داری خانم نایخان. من یک چیز دیگه تو میگم. من پیارتونو یا تو پیار میدی؟ فعلا نی پیار شما نه بابا. تو برف برو خو نکدی هم بعد بابا نمیکنی. بعد چه نادان ننگه میکنه بخیر. من ننگ ندارم. تو صبر کن یک دیگه. من ننگ ندارم بابا. که کتام بشدم این ننگ داره. از تو بیشتر. وای بخیر. چی بگو؟ یک دست رخت اگه خندوختم بیخان و نایخان گپی نیه. اصلا بابا ما این ساده هم باشه گپی نیه اگه سفید. نه دیگه بابا دیگه ساده کد بچه شما هست من ساده هم. نه انو رختا ساده بابا یه رد گپ از این خندوخته گفته میشه او ساده بود. این خندوخته چی بکاری؟ بفهمیدی؟ یعنی یه سادیه؟ نه رختای ساده بیخان و یایخان. خواه دیگه من چی میگم؟ بفهمیدی؟ اگه سفید هم بود بستو، اگه سیاه هم بود بستو، اگه رنگ هم بود هر رنگی که بیده. اگه خانم دختر بود بستو، اگه سادن که بود بستو بیاره. بابا یک کار دیگه کنیم. مال ما کنم آشوم میریم. اگه یک دم رختان نادوز هم بود بیاره. راست میگه اگه نادوز هم دیشم میدوزیم. چند دیر چند دقیقه من خیاط میگم بیتره بابا اندازه شما رو میگیره وقت دیگه برو خوی باوری کنی. بابا این زید وقت برو دیگه کما میرم بادا برای کلاکش هم بستونم. حالا کلاکش هم تو بستونم. خانم میرم. تربیه بابا که مادر گفتم بشین میری. میرم. یاره فکر نکنم الان از این پیار ما یک وقت پول داشتین صاحب گرفته باشه برو متکشه کمکی به مردم خور نشوندم. نه بند باشه خور نشوندم. منو سلام عباس شکران خوبی بخیری شکران هم یک دقیقه برو به سراغ یک دست پیار یک دست لباس نداره خاطر میرم به سراغ خشاخ و پیار ما برخو میکنه پیار من یک دست لباس از پیار خو اگه در یک دست بیا خاطر سراغ خشاخ میرم پیار من لباس ندارم لباس های اینا کونه ایه خوب باشه میرم میگم خیر اگه یه خانم بود خیره نبودم خیره عباس گفتم رختا پیار و بر پیار تو نمیشه
آه خب پیار ما که خود پیار تا انقدر دم نمیشه نداریم هم دو است رخته گفتم رخته پیار و بعد پیار تو نمیشه هیچی خیلی خدا حافظ بیت